ای وای، خط چشم چرا پخش شده؟ این چه کاری با من کردی؟ الان شوهر من ناراحت میشه، من چه جوابی بدم بهش؟ دلیلی که چرا خط چشم پخش میشه رو میخوام توی این کلیپ به صورت کامل بهتون توضیح بدم. تا پای تخته با من بیاین. مورد اول، فردی که به شما مراجعه میکنه شاید جزء موارد منعه. موارد منع تو به صورت یه پست خیلی کامل توی روزهای آینده بهتون آموزش میدم. مورد دوم، شاید دارین روی نقاط ممنوعه شما کار انجام میدید. این قسمت و این قسمت از چشم جزء نقاط ممنوع است که باید فشار دستهای خاصی داشته باشید که اونم بهتون آموزش میدم. بیاین اسلاید بعدی. نکته بعدی، فشار دست خیلی بالاست. اگه فشار دست شما بالا باشه کاملا چشم ورم میکنه و اصلا کاهش رنگ انجام ندارید و پخشی رنگ خیلی بدی دارید. نکته بعدی، زاویه دست صحیح شماست. شما اگه زاویه دست مناسبی نداشته باشید، ببین زاویه دستتون دو قسمت لاین کشی خط چشم باید 90 درجه باشه و داخلش محتوایی که قرار خالیه و به صورت خط چشم پر کنی، حالا یه کوکی یا دورانی، زاویه 60 و 70 درجه باید استفاده کنی. نکته بعدی، سرعت دست خیلی پایینه. شما اگه سرعت دست خیلی پایین داشته باشید، این دستگاه به هیچ عنوان وقت نمیکنه کاهش رنگ انجام بده و تمام رنگ ها وارد موی رگ ها میشه و پخشی رنگ خیلی بدی میگیرید. و در نهایت آخرین نکته که خیلی مهمه، غلظت رنگ شماست که اگه رقیق باشه کاملا به صورت سایه پشت چشم پخش میشه و واقعا پخشی رنگ خیلی وحشتناکی دارید. شما اگه این موارد رو انجام ندید، در نهایت خط چشم شما بوم به صورت کاملا سایه پشت چشم پخش میشه. توی کپشن برات نوشتم غلظت رنگتون به چه صورت باشه تا واسه خط چشم استفاده کنید.